مقامات ملیسای ولایت ختلان شهروند 49 ساله ایران سیاد حسینی رضوانیان را با اتهام سوء قصد به کشتار همسر سابق 30 سالش گلبهار اشورova دستگیر کردند. بنا به فرضیه تفتیشات حسین رضوانیان همسر سابقش را که زاده ایثار بود ولی موقتا در یاوان زندگی داشت تعقیب میکرد و شب 16 به 17 اکتبر در نزد منزل اجاره گلبهار اشورova در نویه یاوان کمین گرفته است. وقتی که همسر سابقش به خانه برمیگشت رضوانیان از کمین بیرون جاییده به سر روی این زن کسلت پوشیده است و همچنین با تبر او را از نویه سر و دیگر اعضای بدنش زخمی کرده است. گلبهار اشورova را با جراحت وزنین به بیمارستان بیماری‌های سوختگی شهر دوشنبه انتقال دادند. در جریان تفتیشات معاین کرده شد که گلبهار اشورova ماه اپریل سال جاری با شهروند ایران حسین رضوانیان که موقتا در محله 46 شهر دوشنبه زندگی میکرد عائله برپا کرده است ولی بعد چند آنها جدا شدند. با وجود جدا شدن رضوانیان پیوسته همسر سابقش را تعقیب میکرد. جبردیده گفته است که از دست این مرد روز نداشت و او را در هر کجایی که پیدا میکرد لطکوب و تهدید به کشتن میکرد. روز 16 اکتبر رضوانیان از یک دوستش خبر مییابد که گلبهار در یک مرکز دلخوشی نویه یاوان قرار دارد. او نقشه میکشد که او را جسماً از بین برد و با این مقصد با خود محلول کیمیاوی کسلته گرفته از دوشنبه یک تبر خریده همراه رفیقش کامران نورالیف ساکن شهر کولاب به یاوان میروند و در نزد منزل اجاره گلبهار در کوچه ترسونزاده شهرک یاوان او را منتظر میشوند. گلبهار آن شب ساعت 23 به خانه برمیگردد و دچار حمله وحشیانه می شود. رضوانیان بعد پاشیدن کسلته به سر روی گلبهار و چند ضربه تبر به بدن او از جای حادثه فرار کرد ولی کارمندان ملیسا در گرماگرمیش این جنایت را آشکار و این شهروند ایران را در مرکز شهر دوشنبه دستگیر کردند. رضوانیان حالا در حبس پیشکی قرار داشته دادستانی یاوان نسبت به او بر اساس قسم دویم ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام سوء قصد به کشتار با بیرحمی مخصوص پرونده جنایتی گشوده است. این بند قانون همچون مجازات از 15 تا 25 سال زندان و حتی حبس عمرباد پیش بینی میکند ولی حکم رضوانیان میتواند کمی سبکتر باشد چون که او به تعبیر حقوق شناسان نقشه از حیات محروم کردن جبر دیده را تا آخر رسانیدن نتوانست.